در لیسه کسبی تکنیکی شهر ترسونزاده نزدیک به 700 نفر خوانندگان از روی 7 اختصاص تراکتورچی، ماشینیست استثمارات کشاورزی، محاسب با آموزش کار در کامپیوتر، مانتیور برق اوید با تعمیر و خدمترسانی تجهیزات برقی، دوزندگی، سیستم کامپیوتری و اینترنت تکنولوژی، حسابچی و غیر از این در کورس‌های کوتاه مدت 3 ماهه کسب و هنر می‌آموزند. چخلی که همه ما شاهدیم امسال جناب عالی محترم پرزیدنت مملکت اساسگذاری صلح و وحدت پیشروی ملتمان سال 2017 را همچون سال جوانان اعلان کردند و این برای هر یک جوانی که دولت خود را دوست می‌دارد این یک فخر، یک شان و شرف میباشد و ما جوانان شهر ترسونزاده از این قدردانی‌های جناب عالی بسیار شاد هستیم و وعده می‌دهیم که همین برای گلگشویی وطن خود برای پیشروی وطنمان سهم خود را بگذاریم. موافق معلومات ماموریت لیسه در سال خونش 2015-2016 این دبستان علم و هنر را نزدیک به 300 نفر خوانندگان ختم نموده به ساحه‌های خواجگی، قشلاق و صنعت با راه خطاب به کار فرستاده شدند. جوانان امروزه ما خیلی که به همه ما معلوم است، یعنی که از علم و فرهنگ و تکنیک بیشتر از جوانان پیشین یک درجه، یعنی یک چند درجه فرقیت دارند، یعنی ذهنی برو دارند. برای همین هم ما باید که جوانان رو تعلیم و تربیت درست دهیم و این چنین در نقشه گرفته شده است که باید در سال 2017 چطوری که به همه ما معلوم است در سال 2016 23% جوان دختران در ساحه‌های جمعیتی یعنی کار و فعالیت نموده ایستاده باشند. در سال 2017 ما تصمیم گرفتیم که باید که 50% جوان دختران بانوان تاجیک باید که در کارهای جمعیتی کار و فعالیت نمایند و این چنین به هنرهای خلقی بیشتر دقت جدی داده شود. برای همین هم در لیسه کسبی متالورژی ما یعنی هنری اطلس بافی و این چنین هنرهایی که پیشین بود اون هنرها رو از نو زنده احیا نموده در اینجا ما یعنی آموزش این هنرها رو به راه مانده ایم. ماموریت همرازت جماعت‌ها اوید با اخلاق و آداب حمیده انسانی، محبت به وطن، سر و لباس خوانندگان، رعایت ترتیبات جمعیتی، منع استفاده تلفن‌های موبیلی، تامین بودن با کتاب و اشیاء خوانش گذرانده، اشتراک فعالانه را به درس‌ها بررسی می‌نماید. در لیسه کسبی تکنیکی برای سیقل دادن دانش و بلندبرداشتن ملکه‌های مهارت شرایط خوب به راه مانده شده است. همچون ما معارفچیان با پیام پرزیدنت تکیه کرده اصلا با مسئله در آنجا گفته می شود که بیشتر ما نه تنها با شماره خوانندگان بلکه با صفت دقتیم و همین هم اقدام اینه که پرزیدنت ما با همچون وظیفه خود شمرده ما معارفچیان ما امسال کوشش میکنیم نه تنها با فنهای همگانی بلکه با بیشتر در فرهای همگانی ذوق و هوس بچه‌ها را با انتخاب کسب با کسب آموزی با صفت کسبی آنها دقت دهیم تا که بچه‌ها توانند در امروز در بازار داخلی و در بازار جهانی رقابت پذیر باشند. نه تنها رقابت کردند تا حتی رقابت کرد توانند که آنها غالب باشند در این رقابت. ما صفت بلند کسبی آنها را بیشتر دقت می‌دهیم. در برابر این پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان این سال جوانان اعلان کرده شد. ما آموزگاران استادای تعلیمی سالی کوشش می‌نماییم که جوانان را در روی وطن دوستی، در روی مهنت دوستی، در روی حرمت احترام نسبت به کلان سالان تا که آنها توانند عائله‌های خوب را امروز برپا نمایند. ماموریت لیسه در آینده برای بهتر به راه ماندن روند تعلیم و تربیت و موافق طلبات زمان تیار نمودن متخصصان چاره‌های ضروری می‌اندیشد. همچنین با مقصد بلند برداشتن سویه دانش و آداب و اخلاق تربیت نمودن در روحیه وطن‌دوستی و خویشتن‌شناسی رهبریت در آینده نقشه‌های زیاد دارد. گزارش خورشید علیمی و بختیار قادرov از شهر ترسونزاده برای برنامه اطلاعاتی نوید.